ناف در بدن انسان وظیفه جذب مواد غذایی رو داره که بعد از اینکه جنین به دنیا میاد این هضم هنوز ادامه داره. با احتساب همین تکنیک طب آیورودا که حدود 5000 سال قدمت داره گفته که با تدهین ناف شما میتونید، تدهین یعنی روغن مالی، میتونید بالای 20 بیماری رو درمان کنید. که با توجه به این موضوع ما اومدیم قرص ناف رو برای شما تولید کردیم که این قرص ناف هم همین 20 بیماری رو طی سالیان گذشته به ما نشون داد که میتونه درمان کنه. که یکی از اون بیماری ها که خیلی مهم هست درمان چاقیه. حالا این قرص ناف چطور میاد شما رو لاغر میکنه؟ باید بدونید که این قرص ناف علاوه بر روغنهای درجه 1 که داخلش به کار رفته عسل هم داره. یعنی 15 نوع ترکیب رو به همراه 3 نوع روغن و عسل ما مخلوط کردیم شده این قرص ناف که کاملا هم نرمه. این میاد حرارت بدن شما رو افزایش میده و در ناف شما چون قرار میدید و نافتون هم وصل به هم رحم هم سیستم عصبی، دو جایی که میاد درمان میکنه یکی رحم هست و یکی میگرن. ما داشتیم طی سالهای گذشته که شخص یائسه شده، اما بعد از اینکه البته 2 سال یائسه شده بود، بعد از که اومد قرص ناف ما رو استفاده کرد دوباره پریودش به جریان افتاد. اما نکته‌ای که میخوام بگم اینه که این قرص ناف چون حرارت بدن رو بالا میبره منتج به افزایش جنبش مولکولی میشه و همین احتراق منتج به لاغری شما خواهد شد. همونطور که میبینید افرادی که حرارت بدنشون بالاست، غلبه خلط صفرا دارن، این گونه افراد معمولا لاغر هستن. و این قرص ناف ما به لحاظ اینکه کاملا ارگانیک هست، خوراکیه و با خیال راحت میتونید استفاده کنید و بافتش هم کاملا نرمه. ضمناً چون عسل داره شیرین و خوشمزه هم هست. البته شما نخورید، بذارید داخل نافتون.